خب شاگردان عزیز، ادامه درس خود شروع میکنیم. تا صفحه 17 ما خواندیم، میریم سر صفحه 18. ازتون یک تقاضا دارم، یک خواهش دارم که از پس درس ها رو جدی بگیریم. درس ها روز رو سخت شده میره و ابتداش آسان است. اگه اینا رو متوجه باشین کار کنین تمرینش به درس ها خوب میرسیم. و یک لرنتیپ ما از طرف خود کنم که لطفا از امروز در یوتیوب در مورد اکوزاتیو، داتیو، نومیناتیو و گینیتیو در مورد از این 4 چیز در یوتیوب سرچ بزنین، بعضی چیزها رو پیش نیاز گفته پیش خود بخونید. در یونت 4 وقت ختم شد ما بالا از این موضوع به شما گپ میزنم و این 4 چیز موضوع خیلی مهم در زبان آلمانی است. و از اون طرف موضوع آرتیکل است. خواهشاً آرتیکل وقتی میگیم یعنی یک که امروز هم سریز شاید شروع کنیم یا فردا، ما اسم عام در زبان آلمانی آرتیکل داره ولی اسم خاص نداره، بجز چند کشور مثل ایران و ترکیه و سوئیس و چند دیگه اون آرتیکل داره. دیگه در کل دنیا، کل آلمان یا دیگه زبان فقط اسمای عام آرتیکل داره. صفت آرتیکل نداره، قید آرتیکل نداره، فعل آرتیکل نداره، فقط و فقط اسم عام داره. اینا رو اسم همراه آرتیکل حفظ کنین که بتونین بخیر یک نتیجه خوب بگیریم. نومر 2 ور کی مان آمده. اینا جمله وی فقگی است. وی فقگن یعنی مثل دبل اچ کوشنز که ما در زبان انگلیسی داریم. در اونجا دبل اچ کوشنز اینجا میگیم وی فقگن. هر دو شکل است. در اونجا دبل اچ دبل کلمات می باعث میشه که جمله سوالی شود و در اینجا وی یا مو دبلیو می. وهیا کجا؟ دیالوگ ترند دادن دیالوگ. ضمن جمع‌آوری. ergänzen Sie den Kasten. از همین 4 دیالوگ خواندیم اینجا رو تنظیم کنه. بیگه اگه یادتون باشه در بخش اول خوانده بودیم. فورشتلونگ، نام، وهیا و گیترنکه. در اینجا یگانه چیزی که فقط اضافه شده بخش گیترنکه یا نوشیدنی است. اینا رو برسانین از اونجا برمد. نومر 2 ergänzen Sie. تنظیم کنید در کاستن aus Aufgabe 1 helft. از موضوع بالا یا این از این کستنی که در اینجا گفته شده، کستن که میگن این چوکات چی هست شما رو میتونه کمک کنه. نمبر 1 Hallo ich bin Frau Schiller und wie heißen Sie؟ سلام من خانم شیلا هستم و شما کی هستن؟ جوابش میدین. هم میتونی از خودت بگی و هم میتونی از کتاب بری جواب ازش بدی. تاک است. اینجا 4 جمله اولی که میبینید سوال شده و 3 جمله دوم است جواب داده. شما سوال اول نوشته کنید. و ایرم یادتان نره که زبان آلمانی مثل زبان انگلیسی سیستمی نیست که استاد گفته برو و شاگرد فقط گوش کرده بوده و من در خانه کار میکنم. نه، زبان آلمانی 70% باید شاگرد در صنف کار کنه و این موضوعات است که شما باید حل کرده برین در آن کرده برین ما با هم کار کنیم. نمبر 2 hören Sie und sprechen Sie nach. هوغن گوش کنین و هوغن هایی برایتان داده شده در CD هست و کار کنین. Nummer 4 Dialoge trainieren mit Namen im Kurs. دیالوگ تمرین دادن یا ترین کردن یا عبور کردنش همراه اسم ها در صنف. مثلا هلو سلام، هلو das ist. ما das ist از زمان میخوایم استفاده کنیم که بخوایم یک چیز معرفی کنیم. و یک چیز میتونه یک شخص باشه، میتونه یک نفر باشه. مثلا من فعلا رو برای یک از دوستانم نشستم میگم هلو das ist سیف الدین. سلام یا سیف الدین. و میتونم بگم هلو das ist eine Tasche. سلام یک دانه تاشه است. درست است که تاشه دستکول مانو میده و وقتی das ist میگم همینا چی میشه استفاده میشه. وهی مثلا از کجا، aus از منامته فکرتان باشه. و این که یک دیالوگ است که من برای خودتان در صفحه قبلی صفحه 15 براتون گفتم 3 دیالوگ در اونجا نوشته است. شما از 3 دیالوگ یک دیالوگ دیگه خودتان جور میکنین برای من روان وایسی کار خانگی. پارت 5 Sammeln Sie Verben aus dem Text auf Seite 17. فعل را که در این داده از صفحه 17 که در اینجا خوانده بالاتر شما چی کنید؟ تنظیم کنید. خب اینجا من یک نیاز است که بر شما در مورد زاین کمی توضیح بدم. زاین فعل بودن است مثل تو بیس که در انگلیسی داریم، ولی ما در حالت نرمال یا پرزنس ما زاین در یک جمله استفاده نمی‌کنیم. در حالت پرتریتوم و پلوس و بعدیاش میتونیم استفاده کنیم، ولی در
پرزنس نمیتونیم و به همین دلیل ما تغییر یافته یا گردان شده زیر استفاده میکنیم. زاین تبدیل شدهش برای ایش میشه بین. فعل به قاعده است. ما فعل به قاعده رو باید مثل یک لغت کلش حفظ کنیم، ولی یک زمان است که فعل به قاعده نیست، قانون داره که باز ما براتون قانون میگیم پیش بریم. ایش بین من هستم. دو بیست تو هستی. ازی است. ازی او سه نفر که میشه او مرد، زی او زن، از او خونسا یا مخنث بگیم که برای اطفال ما استفاده میکنیم، مثلا میگیم اونا هست. وی زند ما هستیم. یا زاید شماها هستین. یا ضمیر شماست یعنی جمع است. و زی اول که از خورد نوشته داشته آنها منامته یعنی شخص سوم جمع. و زی دو شمای مفرد منامته زی زند. متوجه باشین بین ویا و زند تفاوت فقط ده حروف است که اشتباه نشه. ویا زند یا زی. به خاطری که خوبتر بفهمین دایی باشم براتون یک کارخانگی میتونم برای هر ضمیر با افعالی که داده شده دو جمله برای من نوشته کنید، روان کنید و اگه ببینید تکمیل است. فقط من نیاز با ابجکت دارم تا آخر جمله بنازم روان کنم. مثلا ایش بین علی، ایش بین احمد، جمله خلاص شد. یا ایش بین لغه، من شاگرد هستم یا استاد است. و همچنان در این پارت ملیون که پیشتر گفتیم شما در صفحه 17 که چسته دیالوگ بود میرین در اون صفحه و در اونجا هرچی فعل دیدین زیرش خط میکشین. یکی از سوال امتحانتون اتفاقا اینمی است که برایتون گفتم میشه از تکست پایین از دیالوگ با این 5 یا 6 تا 10 تا فعل شما بیرون بکشین. فعل متوجه باشین که اشتباه از پیشتون نشه. یه را بکشین از اونجا در این نوشته کنیم برای من روان. پارت ششم وربن اون اندونگن. ورب و افعالی که داخلش میاد. ما 4 تا فعل داریم: کامن، وونن، هایسن و ترنکن. این افعالا چه قسم میتونیم تغییر بدیم؟ در کامن، وونن، هایسن و ترنکن. بغیر هایسن در این سه دونه دیگه ما افعال با قاعده مد نظر نیست. ما بخوایم اگه بخوایم این را حل کنیم در افعال با قاعده چه قانون میگیریم؟ افعال عموما داخل خود ان داره. وقتی ان اونا رو که پس کنیم فعل ریشه فعل بعد است ما میاد. اون وقت ما میتونیم وقتی ریشه فعل داشته باشیم میتونیم بعضی موضوعات دیگر رو انجام بدیم. مثلا بعد اینجا کامن داریم، دومیش کامس، سومیش چیه؟ دو. ما میگم در اینجا میایم ما سعی کنم اگه براتون خب مثلا کامن است، دو کامست میشه. کام خودش است داخلش یک است اضافه میکنیم. ازی کامت، کامپ است یک ت اضافه میشه. ویا و این رو متوجه باشین ویا و زی همیشه فعل کامل میگه. ویا وانن، ویا کامن، ویا هایسن یا زی. اینا نظر در این چیزی که هست شما انجام بدین. من یک چپتر دیگه براتون روان میکنم که بخش گراماتیک است که میتونید در روزمره کار کنید. Part 7 Haben Sie die Verben markieren Sie die Akzent kommen. فکر کنین فعل کامن یا بعضی فعلای دیگه فعل تشدید دار است. ما زبان عربی یک چیز به نام تشدید داریم یا جنگ انداز. کامن از دو بخش داشته. کام من. ولی وقتی ما تز میگیم دو تا ام یک ام میگیم کامن. یه ممو حالت داره. نمره 8 ergänzen Sie. افعال در اینجا چی کنید؟ برسانید. سوال است جوابش شما بدید و در پولیش مینیموم فعل اربایتن بر شما تبدیل کردم. اربایتن، دو اربایتست، ارزی اس اربایتت. در اینجا چون اربایتن اگه ما قبل است یا قبل ت نتیم دو سه تا حرف ساکن از یک جنس پول می و خوانده نمیشن و مختر ما استثنا یک ام اضافه میکنیم. هم بر اربایتن هم برای انواقتن جواب دادم هم برای غیره. و نمره 9 زلبتست است فراگن میت واز و وی وهیه. همراه از 14 شما در اینجا سوال برسانید که یک سوال امتحانتان اتفاقا همی است. جوابات داده شده شما فقط چی میکنید؟ سوالاتش میرسانید برای من روان میکنید و ما چک میکنم و بخیر براتون جواب موفق باشید.